تاریخ سازی برای اولین بار در صحیفه زرین کتاب ننگ و ناموس ملت از جانب شهرمردان میدانداری میهن. منشأ این همه ظفرمندی ها را وسیله است هدایت و راهنمایی های نیروبخش سروری تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان و اتحاد و وحدت مردم تاجیکستان. وقتی بازیده در آمدیم فکری به ما میدانه فکری که 10 میلیون زیاد ما 60 میلیون زیاد تاجیکان دنیا هستیم با بروی دولت کنیم اراده مستقل داشته هدف داریم مقصد داریم با پیش فقط با پیش با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد. اقبال و پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان همواره تنین اندازی خوشحالی و فرح و سرفرازی تمامی تاجیکان جهان باد.